بگیم چرا در اون ماه‌ها اینها میخواستن چه کنن. واقعیت این است که بعد از اینکه امام جام زهر را نوشید و در طول 8 سال دفاع گفته از جنگ تا پیروزی، جنگ تا رفع کل فتنه از جهان و راه قدس از کربلا می‌گذرد، ناچار شده است در آخر جنگ بعد از 2 هفته بعد از اینکه هواپیمای مسافربری ما رو زدن و مسائل دیگر، وقتی که می‌بیند فرمانده سپاه میگوید پوتین برای سربازانمون نداریم، برای رزمندگانمون نداریم، ناچار می‌شود به مصلحت مملکت اقدام شجاعانه‌ای بکند و جام زهر را بنوشد. اما بعد از اون میگویند 2 روز امام از اتاقش بیرون نیامد و چیزی نخورد. بعد از اون دیگر به تعبیر آقای توسلی کسی لبخند امام رو ندید. بعد از اون در ملأ عام ظاهر نشد، ملاقات عمومی نداشت و واقعاً در شرایط روحی نبود امام که همچین تصمیم بزرگی را بگیرد و شرایط کاملا عوض شده بود. من فکر میکنم اطرافیان امام و بالاخره مسئولین اون زمان میدانستند که با رفتن امام خطراتی تهدیدشان میکنند. حالا اونها تعبیرشان این بود که نظام را تهدید میکنند، اما شاید در دلشان ترجمه ای از نظام این باشد که ما مسئولین نظام مورد تهدید هستیم و میخواستن با اتوریته شخصیت کاریزماتیک امام 2 کار بزرگ بکنن. 1 زدن قائم مقام رهبری که بالاخره اگر آقای منتظری می آمد روی کار طیف عوض می شد، طیف نجف آباد می آمد و خیلی از مسئولین شاید جایگاه و پایگاه دیگر نداشتند. شاید آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی و سید احمد آقا و خیلی های دیگه جایگاه و پایگاهشون رو از دست میدادن و بیت میشد بیت آقای منتظری و برادر سید مهدی هاشمی که اعدام شده بود و اون هم قصه دارد که چگونه اعدام شد. به هر حال ممکن بود انتقام اعدام او رو هم اینها بایستی تحمل میکردن و از این نگرانی بایستی با اسم امام و با نام امام و اتوریته امام قائم مقام رهبری جابجا میشد. 1. 2 بزرگترین و پرجمعیت‌ترین گروه حزب یا گروهک مقابل نظام سازمان مجاهدین خلق بود که اوایل انقلاب در همین خیابان انقلاب خودمون اینها 4 ساعت رژه مسلحانه با یونیفرم داشتن، یعنی یک تشکیلات شبه نظامی بزرگ با عنوان میلیشیا. این رو فقط میشد با اتوریته امام از بین برد و این کار انجام شد. در واقع اینها میخواستن تا امام هست ریشه رو بزنن، میگفتن هر کسی رو آزاد کنیم ممکن است ملحق بشه و ما گرفتار جمعیت زیادی بشویم، اینها رو اعدام میکنیم و این اعدام باعث میشود که رعبی که در خانواده ها ایجاد میشود کسی دیگه هم ملحق نشود. علیرغم همه این تمهیدات وقتی که به رحلت امام میرسیم یکی از نگرانی‌های جدی این است که مجاهدین در تمام شهرها بریزن بیرون یا از مرزها سرازیر شوند و به ماها که اون موقع من ریاست جمهوری مشغول بودم و خیلی ها بسیجی‌ها و تیم‌های حزب اللهی و همه اینها اسلحه توزیع شد. من یادم اون موقع یک برونینگ آکبندی وارد کرده بودن تو روغن بود و ما دادن که خطر جدی ممکنه که مجاهدین از مرزها سرازیر بشوند. این ترس علیرغم اعدام‌های گسترده مرداد و شهریور 67 با فاصله چند ماه 7 ماه بعدش که رحلت امام است می‌بینیم که اسلحه توزیع میشه. این 2 تا رو می‌خواستن حل کنن با اسم امام.